دوستان گلم، زبان آموزان عزیز، دقت کنید. شما یه مرور 10 ثانیه 20 ثانیه‌ای بزنین. پایانه ها رو یاد گرفتید، من و تو اونا رو یاد گرفتید، شما آنها، هابن، زاین، فلگین، کومن. ما خودتون رو میتونید معرفی کنید. وی رو شناختید به معنای چی، ور به معنای چه کسی رو شناختید. خودتون رو الان میتونید معرفی کنید. بعد در مورد مجرد بودن و متحد بودنتون صحبت کردیم. با کلمه پرسشی در واقع و یعنی کجا آشنا. نه هنوز با این آشنا نشدیم. در واقع درس امروز میخوام. بعد اومدیم اینجا با لیدیک آشنا شدیم، با کاینه آشنا شدیم. کیند رو فهمیدید که در واقع یعنی بچه و جمعش میشه کینده و در آلمانی ما ار آخر رو میگیم آ. خب و حالا auch رو فهمیدیم، یاد گرفتیم، یعنی همچنین. خب اما دقت کنید. ich بگید با فعل آمدن کومه. خب من میام. حالا از من بپرسید تو میای. du kommst خونده بودیم دیگه، درسته؟ میشه چی؟ kommst du. به همین سادگی. ich komme. یعنی اگه فعل کومن رو یاد گرفته باشید که سخت هم نیست، به کام انگلیسی نزدیکه، استه آخرش هم اگه رعایت کنید و حفظ کرده باشید میشه میای. الان شما یک جمله ساختید بدون اینکه وارد چی گرامر بشید و من ذره از گرامر صحبت نکردم. حالا اون auch که بالا هست رو میارید اینجا. جمله قشنگتر شد، خیلی قشنگتر شد. kommst du auch. تو هم میای. ich habe auch keine Kinder. منم بچه ندارم. ich komme auch. منم میام. kommst du auch. تو هم میای. ja. منم میام مثلا. خیلی خوب. حالا به جای کومن چی میتونید فعلای دیگه بذارید. gehe. ich gehe auch. بعد میگه که gehst du auch. تو هم میری. منم میرم. تو هم میری. بعد میگه ja ich gehe auch. آره منم میرم. مایل هستم در این قسمت شما رو با و آشنا کنم. پس قبلا چی رو شناختیم بگید؟ قبلا با wer wie آشنا شدیم. wo wohnen sie. در واقع الان شما با فعل wohnen، البته ممکنه جدید باشه براتون ولی در هر صورت من براتون دوباره می‌نویسم. wohnen یعنی زندگی کردن. حالا می‌خوایم صرفش کنیم با هم. بگید من زندگی می‌کنم. بگید ich wohne. یه پایانه ها رو الان من فکر می‌کنم پایانه ها رو حفظید دیگه. ich wohne. du wohnst. er sie es wohnt. wir wohnen. ihr شماها wohnt. آنها sie wohnen. شمای محترمانه sie wohnen. خب دقت کنید حالا ما چجوری با این فعل wohnen کار میکنیم. پس wohnen میشه چی؟ زندگی کردن. بعد یهو میپرسه میگه wo wohnen sie. wo میشه کجا. کجا زندگی میکنید. ممکنه دوستانه بپرسه wo wohnst du. کجا زندگی میکنی. پس wo wohnen sie. wo wohnst du. جوابش ich wohne in der Sieberstraße. Straße یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی خیابون. من در خیابون زیبا زندگی میکنم. حالا این در این اینه چیه؟ دره چیه؟ فقط حفظ کنید. الان یکی ازتون پرسید کجا زندگی میکنید، گرامر شما اصلا نیازی نیست یاد بگیرید. الان من در خیابان بعد اسم خیابان محل زندگیتون رو حفظ کنید و بعد چی بگید ich wohne in der فلان Straße. دقت کردید؟ wohnst du. بعد طرف نمیخواد دیگه با و بپرسه. خب اگه ندونه کجا زندگی میکنید میگه کجا زندگی میکنید. خب الان دیگه میدونه کجا زندگی میکنید، میخواد دوباره بپرسه. حالا دوست داره مثلا با شما حرف بزنه، بعد میگه مثلا میگه آها ach so ach so آها ach so میشه چی؟ آها wohnst du in der Sieberstraße. تو خیابون زیبا زندگی میکنی؟ خب فکر کنم براتون جالبه این موضوع که الان من سوال رو مورد سوالی رو هم با فعل ساختم. میبینید دو با wohnst رو جاشو عوض کردم. در واقع اصلش چی بوده؟ دو wohnst. تمام شد. تو زندگی میکنی. بعد جاشو که عوض کنم میشه زندگی میکنی. تو زندگی میکنی در مثلا خیابان زیبا. بعد طرف هی میخواد با شما حرف بزنه، میگه که woher kommen Sie. اهل کجا هستی. حالا این woher میشه از کجا، kommen میشه میایی، زی یعنی شما. در واقع بازم دقت کنید کلمه پرسشی ودار. به چند تا کلمه پرسشی داریم اینجا. woher از کجا، wo کجا،
ور کی وی چی. 4 تا کلمه پرسشی، خیلی عالیه. کلمه پرسشی ودار، وورد، یعنی کلمه ودار. حالا میخواد از شما میپرسه که میگه اهل کجا هستید. اصل جمله چی بوده؟ زی کومن. تمام شد. زی کومن. بعد میگه جاش عوض کرده، بعد کلمه پرسشی هم گذاشتین اول. وو کومنزی. از کجا میایید؟ اهل کجا هستید؟ دوستانه میگه وو کومستو. بعد شما میگید ich komme aus dem Iran. ایران. ich komme aus dem Iran. من اهل ایران هستم. برای افغانستان هیچ آرتیکلی اینجا نداریم، میگیم ich komme aus افغانستان. بعد طرف حالا دلش میخواد بازم با شما حرف بزنه. دیگه این جمله پرسشی که ببینید با ووه اومد رو نمیخواد دیگه بپرسه از شما. میگه که میخواد با خود فعل، یعنی با خود کومن با شما صحبت کنه. میگه که kommen Sie aus dem Iran? kommen Sie aus dem Iran? شما اهل ایران هستید؟ بعد شما میگید یا ich komme aus dem Iran. حالا ممکنه نگه kommen Sie aus dem Iran، بگه woher kommen Sie؟ اهل کجا هستید؟ بعد شما میگید ایران. بعد میگه kommen Sie aus dem Iran؟ اهل ایران هستید. احتمالا مثلا دوستش ایرانی. بعد خوشحال میشه. خب بعد هی میخواد دوباره با شما حرف بزنه. میگه که wie alt bist du یا wie alt sind Sie؟ چند سالتونه؟ بچه دوباره یه کلمه پرسشی ودار دیگه. چه خوب. wie alt میشه چند ساله. چند ساله sind Sie هستید شما. بازم نکته قبلی جای زی و زیند عوض شده. ببینید wie alt اومده اول، جای اینا رو عوض کردیم. خب wie alt bist du چند سالته. wie alt sind Sie چند سالتونه. شما میگید ich bin و بعد اینجا عددتون رو میگید. حالا اعداد رو در درس بعد میخونیم. ich bin مثلا 30، من 30 سالمه. یا 20 Jahre alt، من چی؟ 20 سالمه. حالا اعداد رو در درس بعدی سعی میکنیم کار کنیم. البته در اعداد در فیلم های قبلی بوده. در واقع نمیدونم، شاید فیلم 20 باشه، شاید 25 باشه، نمیدونم. خب در واقع بازم حالا وقت شد بازم کار میکنیم. wie alt bist du؟ ich bin 20 Jahre alt. این Jahre altش رو حتما باید بگیم. ich bin 30 Jahre alt. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. tschüss تا